شارولی کابل در این آخر وضعیت باغ بالا را که دید که باغ بالا وضعیتش رو به خراب شدن است و از خود باغ بالا یک باغ تاریخی که در زمان امیر عبدالرحمن خان دو وقت اعمار شده بود و حال در یک جنگل تبدیل شده بود. مقام شارولی وقتی که وضعیت باغ کابل دید گفت که باید از این وضعیت تغییر پیدا کنه و حالتی که در اول بوده بعد در حالت حداقل باید برگرده. او خاطر در این سالهای قبل و خود باغ بالا در چندین وزارت دست به دست شده بود. حفظ مراقبتی رو دوش داشتن که متاسفانه خشکسالی های پی در پی هم تاثیرات خود داشت در قسمت خشک شدن بعضی گونه های نباتی که در این پارک غرس شده بود که او گونه هایی بود که او در آب هوای کابل توافق داشت و از گونه های بومی افغانستان بود که در اینجا غرس شده بود. دیگه متاسفانه در این خشکسالی ها و این جنگ های چند دهه افغانستان و این کشمکش ها و این باغ بالا وضعیتش رو به خراب شدن بود. باز مقام شارولی صاحب تصمیم گرفت که در قسمت های ساحات سبزی و همچنان در قسمت های ساختمانی و پیاده روها و وضعیت باغ بالا را باید تغییر کنه و که مردم کابل یک سایه تفریحی که سابق داشتن پس این سایه سبز دوباره اعمار گرده و شهروندان بتونن که مثل طبق سالهای 50 40 از این بازدید کنن و وقت خود در این باغ تیر کنن. در باغ بالا در قسمت طرف شمالش اون یک قصر است که او در سابق او اعمار شده بود که سبک مغولی‌ها بود. او رو به وضعیتش خراب است، فعلا به ترمیم نیاز داره که مقام شارولی صاحب بسیار جدی کار میکنن که باید قصر پس همون سبکی که سابق داشته با همون سبکی ترمیم گرده و پس همون نما خود پیدا کنه و این همچنین قصرش و چند حوض در اونجا هست زویابزی و تاکای انگور دو قسم سابق بوده دو و بعضی گل‌های نباتی مثل بوته‌های نسترن گل‌های سفید داشته دو قصر مردم می آمدن می دیدن دیگه. اینا را مقام شارولی صاحب بسیار جدی است که ریاست‌های مربوطه سر از کار کنند و دوباره در این باغ به حالت اولی خود برگرده. تمام هتلی که در اونجا هست و کافی شاپایی که بوده اونجا بوده اینا رو پس دوباره اعمار میگرده انشالله که یعنی این از اجندای شارولی صاحب است در برنامه کاری شارولی صاحب است که انشالله شهروندان به زودترین فرصت شاهد از این بود که وضعیت باغ بالا کابل تغییر خواهد کرد و سرسبزی رو تغییر خواهد کرد و مشکلاتی که در چهار طرف باغ بعضی ساعات غصب شده و اونا پس دوباره برگرد به جمع باغ خواهد شد و مشکلاتی که در اونجا اشخاص بی‌بندوبار مثلا در اونجا غرفه‌ها ایجاد کردن اینا هم پاکری خواهد شد و این پارک یک پارک استاندارد مثل طبق سابق به دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت. و فعلا چون پارک باغ بالا که است خود ساحات سبز باغ بالا یک جنگل تبدیل شده و از ساحات تفریحی و از بین رفته شهروندان کمتر از استفاده میکنن. باز هم همینطور که یک سرویس دقیق صورت گرفت روزانه تقریبا 400 500 نفر از طرف صبح اونا ورزش میکنن در قسمت که یک سایه بسیار خوب است. در مردم و طرف سایه سبز کمتر است و او مردم و او همشهریایی که دنای 4 هستند دنای 2 هستند یک قسمت دنای 5 هستند و اینا همین سایه سبزی از او هستند که اونا از طرف صبحانه یا دیگر اونا ورزش میکنن و همچنان دیگه شهروندان هم میتونن که از در وقتی که میله هاست در نوروز است روزای رخصتی است روزای جمعه دیگه روزای رخصتی مردم استفاده میکنن و متاسفانه به خاطر که وضعیت پارک به یک جنگل تبدیل شده کمتر توجه میکنن به خاطر که سیستم آبیاری ازی سابق از بند قرقه در اونجا در توسط یک جو یا کانال آبیاری میشد و حال او سیستم یک کمی تخریب شده و مردم در کنار از کانال
خانه اعمار کردن. یکم مشکلات اجتماعی باعث شده که او آب حال از او جوی پس جریان پیدا نکنه. و شورولی کابل با همکاری وزارت زراعت تصمیم دارند که فلان کار وزارت زراعت محترم شروع کرده که همون کانال دوباره او را اعمار کنه که سیستم آبیاری بعد دوباره جریان پیدا کنه به شکل سابق که بوده و بعد از او باغ به حالت عادی خود برگرده. خواست مقام شاروال صاحب کابل از شهروندانی است که باید اونا این فضای سبزی که ما برای اینا جور میکنیم و این فضای سبز و این ساحات سبز که از تخریب شده به یک جنگل تبدیل شده و اونا بعد ما را همکاری کنند در قسمت حفظ و مراقبت، در قسمت ازی که گونه‌های نباتی در اونجا هست اونا بعد خودسرانه قطع نکنند و همکار باشن. وقتی که در اونجا سرسبزی صورت میگیره اونا هم همکاری خود نشان بدن در اونجا در قسمت حفظ و مراقبت یا در قسمت ازی که بعضی اشخاصی که بی بندوبار هستند اونجا مشکلات به وجود آوردن و این مانع ازی شوند و شهروندان میتوانند که همکاری کنند که سایه سبز پس دوباره به حالت عادی خود برگرده. این یک امر مسلم است که همکاری شهروندان میتونه در یک سایه سبز، در یک سایه تفریحی میتونه زودتر با پلانی که شده زودتر برسه.